سیدعلی حرامزاده، سیدعلی مفخور، گدا صفت، تو باید بیای با فرغون 10 تومنی 10 ریالی 20 ریالی 200 تومنی اینا رو چیز کنی، حجمش بره بالا. زمان تو خاندان تو این پولا رو جمع میکردن. 10 تومنی هم برای تو زیاده. گدا صفت، گدا اگر معتبر شود چشم در میاره. انقدر عقده ای، مردم انگار پول ندیدن. یکم آدم باش، با آبروی حیثیت ما و دخترم داری بازی میکنی با این ادا بازیات. خانواده حرامزادت هم که دور برتان میان مچرخن و از گوه دختر ما بخورن. حرامزاده گدا صفت. و میان در خانه‌تان میگن که بایش اینقدر سرسا بدیم فوشش به دختر ما بدن، اینقدر غیرت نداری که بذاری تو دهنشان بی وجود. بعد فوش به خواهر تو به خاندان تو بدن ها. گدا صفت.